حمله به جان آریانا سعید، هنرمند مشهور افغان. آریانا سعید با واقعیت در دبی مورد سوء قصد قرار گرفته است. آریانا چرا دیگر آهنگ جدید نسرود؟ دلیل دوری آریانا سعید از هنر موسیقی چی بوده است؟ گفتنی های تازه آریانا سعید در این باره. این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای محتاج بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید، هنرمند مشهور چهره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان هنرمندان افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. آریانا سعید از سن نوجوانی آهنگ سرود، ولی از سال 2008 بدین طرف در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت بسزای کسب کرد. این هنرمند محبوب و پرآوازه افغان علاقمندان و دوستدارانش از مرزهای افغانستان عبور کرده است. این همه در حالی است که تازه تصاویر آریانا سعید در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی در کشور دبی و کارهای تجاریش پرداخته است و همچنان در کشور امریکا برای دفاع از حقوق زنان افغانستان نهاد سیاسی ساخته است. این همه در حالی است که آریانا سعید در مدت خیلی کوتاه لقب ملکه دلها را از آن خود کرد و تا کنون چندین بار در کارهای سیاسی در افغانستان نقش عمده ایفا کرده است. آریانا اکنون در دبی زندگی می کند و در آنجا درآمد خوبی داشته است. تصاویرش در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی مورد سوء قصد در دبی قرار گرفته است. تا کنون جزئیات بیشتری این ماجرا از طرف آریانا سعید و حسیب ابراز نشده است، ولی من آرزوی صحتمندی، موفقیت و کامیابی برای آریانا سعید از بارگاه عزت العزال تمنا دارم. دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا و حسیب به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای محتاج بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر، شما نازنینان را به لای منان امانت گذاشتم. موفق کامیاب باشید.